سلام همگی، روزتون بخیر. حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه همگی هر جایی که هستین. مریم ابراهیم‌پور هستم و خوش اومدین به ویدیوی آموزشی امروز. درس امروزمون رو می‌خوایم با یک گرامر شروع کنیم. گرامرمون مثل خیلی از گرامرهای دیگه‌ای که تا الان خوندیم، از اون گرامرهاییه که بند اول میاد، گرامر این قسمت قرار میگیره و بعد بند دوم اضافه میشه. و چه کاربردی داره، چه استفاده‌ای داره و چه معنایی داره؟ این گرامرمون اول فرمولش رو براتون بنویسم. فعل و صفت میاد، در رو از انتهاشون برمی‌داریم. حالا این فرمول ما، گرامر ما، یک حالت مثبت داره، یک حالت منفی داره. میدونین دیگه، مثل گرامرهای قبلی هم اینجوری داشتیم. در فرم مثبتش صرفاً به علاوه دروغ میشه دروغ و در فرم منفی جیان دروغ. این فرمولمونه دروغ و جیان دروغ که توی اون دایره میشینه و بعد بند دوم میاد. حالا چه کاربردی داره؟ زمانی که عمل اول ما، یعنی بند اول ما، هدف یا دلیل گوینده برای انجام عمل در بند دوم هستش. یعنی یه جورایی معنی میده به منظور لاب لاب لاب، مثلا ای رو میگید به منظور این قضیه که تو بند یکه، بند دو رو انجام دادم. یعنی بند دوم شما هدف و دلیل گوینده از انجام بند اول شما، بند اول شما هدف یا دلیل گوینده برای انجام عمل دوم هستش. میگه آقا به منظور این قضیه شماره 1 شماره 2 رو انجام دادم. اوکی، حالا قصد و هدف این بند 1 اومدم بند دوم رو انجام دادم. حالا شاید الان متوجه نشیم چجوری توی چه جملاتی استفاده میشه، ولی الان بهتون میگم توی چند تا جمله تا قشنگ دستتون بیاد. بسیار خوب، قطع کنید به این مثال ها. خب فکر کنید که یک مهمونی هستش. حالا یه نفر میپرسه که 음식을 얼마나 준비해야 할까요? غذا چقدر باید آماده کنم؟ شما میخوای بگی به منظور کم نیومدن غذا به مقدار کافی آماده کن. به منظور این که کم نیاد، به منظور این که یه وقتی حالا غذا کم نیاد چیکار کن؟ چونبونی، به مقدار لازم، به مقدار کافی آماده کن غذا. حالا من جمله رو بنویسم، میگم چی؟ 음식이 모자라지 않도록 충분히 준비하세요. خب دروغ هم رو که اینجا پیدا کردم، البته چون جزء دسته منفیه داریم میگیم به قصد اینکه کم نیاد جزء دسته منفی میشه. چی هم دروغ؟ خب 음식이 모자라지 않아요، غذا کم نمیاد. 음식이 모자라지 않도록 یعنی با هدف و با قصد و نیت اینکه، با علت اینکه 음식이 모자라지 않다 بشه، یعنی کم نیاد، در نتیجه شما چیکار بکن؟ چونبی هسته بکن. پس بند اول من شد یک هدفی از انجام بند دوم. هدف از اینکه چونبی هده بکنه چیه؟ اینه که یه وقت مجرد انت کم نیاد. درسته؟ 음식이 모자라지 않도록
به قصد اینکه، به نیت اینکه، به منظور اینکه یه وقت کم نیاد، شما به مقدار لازم آماده کن. خب حالا توی شرکت رئیستون میاد بهتون میگه که دنگ دنگ شی 서류가 정리가 안 돼서 که چون مدارک مرتب نیستن 정리가 안 돼서 무엇이 어디에 있는지 찾을 수가 없네요. 찾을 수가 없네요. خب میگه ساریو가 정리가 안 돼서 میگه چون که ساریوها مدارک مرتب نشدن 무엇이 어디에 있는지 اینکه چی کجاست 찾을 수가 없네요. نمیتونم پیدا کنم. حالا جمله که شما در جواب میگید اینه که دقت کنید اول بنویسمش. میگم 서류를 쉽게 찾을 수 있도록 가나다 순으로 정리하겠습니다. خب 서류를 쉽게 찾을 수 있도록 도록م رو میارم، مثبتم هست جمله‌ام. 서류를 쉽게 찾을 수 있도록 یعنی به منظور این که بتونید مدارک رو راحت پیدا کنید، با قصد و هدف این که بتونید راحت پیداشون کنید. کانادا سونی رو یعنی بچه‌ها به ترتیب الفبا. به ترتیب الفبا رو میگیم کانادا سونی رو 정리하겠습니다. به ترتیب الفبا مرتبشون میکنم. پس به ترتیب الفبا مرتب میکنم با چه منظوری، با چه هدفی، با چه علتی که شما بتونید راحت پیداشون بکنید. 서류를 쉽게 찾을 수 있도록 به منظور پیدا کردن راحت تر مدارک من کانادا سونی رو 정리하겠습니다. به ترتیب الفبا مرتبشون میکنم. متوجه شدین دوستان؟ مثال بعدی، یک نفر میگه که 요즘 눈병이 유행이래요. میگن این روزا خیلی بیماری‌های چشمی شایع شده. حالا جمله بعدی اینه که 눈병에 걸리지 않도록 손을 잘 씻어야겠어요. خب میگه این روزا میگن که بیماری چشمی خیلی رایج شده. دروگ هم کجاست؟ دروگ که توی فرم منفی هم هست. میگه 눈병에 걸리지 않도록 یعنی به منظور، به قصد، به هدف این که به بیماری چشم مبتلا نشیم. 손을 잘 씻어야겠네요. باید دستامون رو خوب بشوریم. پس باید دستامون رو خوب بشوریم. به چه منظور؟ به چه هدفی؟ هدف این که دستاتو خوب میشوری چیه؟ اینه که 눈병에 걸리지 않다 بشیم، مبتلا به بیماری‌های چشمی نشیم. جمله بعدی میگیم که توی شرکت مدیرتون مثلا ازتون میپرسه 회사에 건의하고 싶은 것이
있습니까? میگه چی؟ میگه آقا برای شرکت هیچ پیشنهادی داری؟ پیشنهادی، توصیه‌ای، نظری که چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ و شما میگید که نه. 사람들이 일하다가 쉴 수 있도록 휴게실이 있으면 좋겠습니다. خب میگه آقا پیشنهادی توصیه برای شرکت داری؟ میگید که بله. 사람들이 일하다가 쉴 수 있도록 میگه به منظور این که آدم ها مادامی که کار میکنن بتونن استراحت بکنن. اون وقتی که حالا کار میکنن و میخوان استراحت کنن، برای اینکه بتونن وقتی کار میکنن استراحت بکنن، به هدف این که آدمایی که کار میکنن استراحت بتونن بکنن، به این قصد و نیت 휴게실이 있으면 좋겠습니다. 휴게실 یعنی اتاق استراحت، اتاقی که حالا توش 2 تا تخت باشه، نمیدونم یه صندلی ماساژ باشه، یه همچین چیزی باشه، خوب میشه اگه همچین چیزی باشه. پس به قصد این که آدمایی که کار میکنن استراحت کنن، اگه 휴게실 باشه خیلی خوب میشه. مثال بعدی دوستان، میگیم که 구급차가 지나가도록 옆으로 비켜주세요. بچه این 비켜주세요 قبلا اینو توی درام، اگه دراما بین باشین توی دراما ها اینو خیلی شنیدین. میگم 비키라고 비켜주세요. احتمالاً هم میدونید به چه معنیه. همونی که میخوایم به نفر بگیم بکش کنار، یعنی برو کنار. حالا چه من بخوام رد شم مانعم نشو، بیا کنار. 비켜주세요 از پیکیده میاد، پیکیده. خب یعنی که کنار اومدن، اینجوری بیا کنار که یه نفر رد شه یا حالا هر چیزی. میگه که چی؟ 구급차가 지나도록. 구급차 هم که میدونید همون آمبولانس هستش. میگه که به منظور این که حالا آمبولانس بیاد رد شه، به این علت که آمبولانس رد بشه، یا پرو 비켜주세요 به کنار بیایید. یا پرو معمولا همین یا پرو رو استفاده میکنیم باهاش، به کنار، بیا کنار. یا پرو 비켜주세요 یعنی جا رو باز کن. حالا به کجا؟ به یا پرو، به سمت کنار جا رو باز کن. بیا کنار و راه رو باز کن، از سر راه برو کنار. این معنی رو میده. مثال بعدی میگم که 아이들이 집중해서 책을 읽도록 تلویزیون을، حالا من نوشتم تیوی که کوتاه بشه، شما بنویسید تلویزیون. گوشوسیو. خب 아이들이 집중해서 책을 읽도록 یعنی به قصد این که، به منظور این که بچه ها تمرکز کنن و کتابشون رو بخونن، لطفاً تلویزیون رو خاموش کنید. تلویزیون رو خاموش کن. چرا؟ هدفت چیه؟ قصد و نیت و منظورت چیه؟ که بچه ها بتونن تمرکز کنن و کتابشون رو بخونن. بعدی میگم 고장이 나지 않도록 물건을
조심해서 사용해야 합니다. خب 고장이 나지 않도록 یعنی چی؟ یعنی آقا به قصد این که به منظور این که خراب نشه مولگانه 조심해서 사용해야 돼요. باید وسیله ها رو مواظب باشیم و استفاده کنیم. چرا؟ به منظور این که خراب نشه. 고장이 나지 않도록 به منظور این که خراب نشه، به قصد این که خراب نشه. بسیار خوب. اینم از این. حالا یک نکته‌ای که هست که باید بلد باشین اینه که ما میتونیم به جای تروک خب حرف گ رو بذاریم. یعنی این دوتا میتونن با همدیگه جایگزین بشن و تغییری هم توی معنا ایجاد نمی کنن. میتونیم هم به جای البته این که میگیم که این برای خودش مثلا حتی یک گرامر جدا هم هست، ولی خب تو کتاب ما نیاورده، ولی صرفا اشاره کرده که ما میتونیم به جای تروگمون از حرف گ استفاده کنیم و بعد دقیقا همون منظور رو میرسونه. مثلا این جمله‌ای که گفتیم 구급차가 지나가다. حالا به جای تروک میتونم همون گ رو بذارم، یعنی بگم 지나가게 옆으로 비켜주세요. 옆으로 비켜주세요. چجوری می نویسم؟ و این دوتا هر دو یه معنی رو میدم. پس گ قابل تعویض هست با تروک. یا مثلا من میتونم بگم که 누구나 볼 수 있도록 글씨를 크게 써주세요. به منظور این که همه بتونن ببینن بزرگ بنویسید اون جملتون رو. حالا همین رو میتونم به چه صورتی بگم؟ میتونم بگم 누구나 볼 수 있게 글씨를 크게 써주세요. پس گ میتونه جای تروک بشینه و دقیقا همین کاربرد و همین معنا رو هم به ما میرسونه. بسیار خوب. مثالای کتاب رو با هم دیگه ببینیم. گفته که بچه اینجا توی کتاب زده که فعله، درسته؟ من نوشتم فعل و صفت، ولی توی کتاب گفته فقط چی؟ فعل. این چی بهش میگیم؟ گرامر به طور کلی با افعال میاد، ولی یک تک و توک حالا صفت هایی هم ممکنه اون وسط استفاده بشه که حالا هر وقت بهش برسیم میبینیم و ببینیم معنی رو، مفهوم رو میرسونه یا نه. در صورت کلی برای فعل هاست، ولی خب میگم تک و توک یه سری ادجکتیو هایی هم ممکنه باشه، ولی خب حالا شما فعلا طبق روال کتاب همون فعل رو در نظر بگیریم. مثال A و B رو بخونیم. میگه 이번 행사는 아주 중요하니까 잘 준비해 주세요. میگه این مراسم، این هنگسا از جایی که خیلی مهمه خوب آماده، همه چیز رو آماده کنی. 네, 준비에 문제가 없도록 최선을 다하겠습니다. میگه 네, 준비에 문제가 없도록 به منظور این که توی این 준비 هدر کردنمون هیچ مشکلی وجود نداشته باشه 최선을 다하겠습니다. تمام تلاشم رو میکنم. 잘 들리도록 크게 말씀해 주세요. به منظور این که خوب شنیده بشه صداتون، به قصد این که، به نیت این که، برای این که، به دلیل این که خوب شنیده بشین بلند صحبت کنید. 크게 말씀해 주세요 یعنی بلند صحبت کنید. 유리컵을 떨어뜨리지 않도록 조심해서 들고 가세요. به منظور این که لیوان، یوریکاپ یعنی همون لیوان های شیشه‌ای، لیوان رو نندازید به این قصد 조심해서 들고 가세요 مراقب باشید برش دارید و برید. 비행기 시간에 늦지 않도록
일찍 출발해야 합니다. 비행기 시간에 늦지 않도록 به قصد اینکه به وقت هواپیما و پروازمون دیر نشه زود باید راه بیفتیم و بریم. بسیار خوب. حالا این قسمت پایین رو ببینید. گفته 행복하죠. چند تا فکر کنم حالت تبلیغی داره. اولیش چی نوشته 아이들을 맡기고 편하게 쇼핑하실 수 있도록 어린이 놀이방을 마련했습니다. میگه به منظور این که دروغ اینجاست دیگه. خب به منظور این که بتونید بچه هاتون رو بسپارید و راحت خرید کنید آرینی نوری پنگ یعنی اتاق بازی کودکان رو فراهم کردیم. 남편들이 쇼핑하는 안을 편하게 기다릴 수 있도록 층마다 휴게실을 준비했습니다. خب دوباره دروغم کجاست؟ اینجاست. 남편들이 쇼핑하는 안을 편하게 기다릴 수 있도록 به منظور این که شوهرها بتونن همسرایی که در حال خرید هستن رو خیلی راحت منتظر خانماشون بمونن، یعنی که خانم‌ها میرن خرید آقایون منتظرشون بمونن. 층마다 توی هر طبقه 휴게실을 준비했습니다. یه اتاق استراحت آماده کردیم. 혼자 사는 사람들이 쉽게 상을 차릴 수 있도록 즉석 조리 식품을 많이 판매합니다. خب دوستان حالا این 즉석 조리 식품 به چه معنیه؟ 식품 که یعنی مواد خوراکی. حالا این 즉석 조리 식품 یعنی اینستنت فود ها، غذاهای نیمه آماده. دیدین دیگه همتون توی اینستاگرام این طرف اون طرف دیدین توی این ویدیوها که یک ظرف غذا هست، مثلا توش نمیدونم یه تیکای گوشت، سوسیس، برنج، فلان بمانه، حالا میذارید توی مایکروویو گرم میکنید، بعد یه سس بهش اضافه میکنید، هم میزنید. چند تا قدم مختصر و کوتاه داره برای اینکه اون غذا آماده بشه. غذاهای نیمه آماده. به عبارتی میگیم 즉석 조리 식품. حالا میگه 혼자 사는 사람들이 쉽게 상을 차릴 수 있도록 즉석 조리 식품을 많이 판매합니다. 판매하다 که یعنی فروختن. حالا میگه برای اینکه آدمایی که تنها زندگی میکنن بتونن خیلی راحت یک میز غذاشون رو بچینن و غذاشون رو بخورن، اومدیم از این غذاهای نیمه آماده زیادی رو فراهم کردیم. خب دوستان بریم سراغ ورکبوک. گفته 다음을 맞게 연결하고 보기와 같이 문장을 만드세요. خب دو تا ستون داریم، راست چپ، قراره دونه دونه به هم دیگه وصل کنیم و چیکار کنیم؟ جمله بسازیم. مثلا یکیش که خودش انجام داده 발음이 좋아지다 خوب شدن تلفظ و 연습을 많이 하다 زیاد تمرین کردن. خب میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا به منظور، به هدف، به قصد، به دلیل اینکه تلفظ ها تو خوب بشه 연습을 많이 하세요 کنید. 발음이 좋아지도록 연습을 많이 하세요. خیلی تمرین کنید. حالا از شماره 1 تا 6 بقیه شما باید انجام بدیم. اول بخونیم ستون سمت چپ. 건강해지다 잃어버리지 않다 넘어지지 않다 아이가 잘 자다 감기가 빨리 낫다 우리 팀이 이기다 که میدونید به معنی برنده شدن. و بعد سمت راست 열심히 운동하다 조용히 하다 손잡이를 꼭 잡다. 손잡이 همون دستگیره هستش. 열심히 응원하다 حمایت کردن، ساپورت کردن. 약을 잘 챙겨 먹다. 잘 챙겨 먹다 یعنی که حواست جمع باشه، خوب به موقع درست بخوری. 잘 챙겨 먹어. 이름을 쓰다 و 연습을 많이 하다. خب بریم اول به دور استوب کنید و یک دور خودتون وصل کنید و جملاتون رو بسازید و بعد با جملات من چک کنید و حالا مطمئنم که هیچ ایرادی توی تمرینتون نیست، ولی اگه بود هم با من درستش کنید.
خب جمله اولمون 건강해지다. حالا میخوایم بگیم به قصد این که به منظور این که سلامت بشی باید چکار کنی؟ ساده است دیگه. 열심히 운동하다 بکنی. حالا جمله رو میسازی میشه چی؟ 건강해지도록 열심히 운동하세요. به منظور سلامت شدن حسابی ورزش کنید. شماره 2 잃어버리지 않다 یعنی چی؟ گم نکردن. حالا میخوام بگیم به منظور اینکه گم نکنی فلان چیز تو چیکار کن؟ مثلا اسم تو بنویس. 이름을 쓰다. اسم تو بنویس. حالا جمله میشه 잃어버리지 않도록 이름을 쓰세요. روی دفتر، رو کتاب، رو مدادت. بعدی 넘어지지 않다. به منظور اینکه حالا نیفتی، نخوری زمین، چیکار کن؟ 손잡이를 꼭 잡다. 꼭 یعنی محکم، قشنگ محکم بگیر دستگیره رو. جمله میشه 넘어지지 않도록 손잡이를 꼭 잡으세요. شماره 4 گفته 아이가 잘 자다. به منظور اینکه بچه خوب بخوابه، به قصد و نیت و هدف اینکه بچه خوب بخوابه چیکار کن؟ 조용히 하다. آروم باش. جمله میشه چی؟ 아이가 잘 자도록 조용히 하세요. درسته. بعدی 감기가 빨리 낫도록. البته نباید میگفتم. شماره 5 감기가 빨리 낫다. به منظور اینکه سرماخوردگی زود خوب بشه چیکار کن؟ 약을 잘 챙겨 먹다. جمله میشه 감기가 빨리 낫도록 약을 잘 챙겨 먹으세요. اوکی؟ و شماره 6 우리 팀이 이기다. تیم ما برنده میشه. حالا به قصد اینکه به نیت و به منظور و به هدف اینکه تیم ما برنده بشه چیکار باید بکنیم؟ 열심히 응원해야 돼요. 열심히 응원하다. باید حسابی حمایتشون کنیم. میشه 우리 팀이 이기도록 열심히 응원하세요. به منظور برنده شدن تیممون با هدف اینکه تیممون برنده بشه باید حسابی حمایت و ساپورتشون بکنیم. این هم از این تمرینمون که دیگه جملاتش هم نوشتیم و خیلی هم ساده بود. خب بچه‌ها، و این تمرین بعدیمون که تکلیف شما باشه از این تمرین توی خونه انجام بدید. پوگی رو ببینید جای خالی داده، توی پرانتزم گفته با چی پر کنید. شما فقط کافیه که ترکیب کنید. گفته 밖이 시끄러워서 음악 소리가 잘 안 들려요. چون بیرون خیلی سر و صداست صدای آهنگ خوب شنیده نمیشه. بچه البته بگم امروز چون هوای شهر ما خیلی باد و طوفانیه یه سری از پنجره هامون هم خیلی صدا داره. ولی اگه صدایی میشنوید به خاطر لرزش پنجره های حالا نورگیر و ایناست دیگه، ببخشید. خب میگه که آره بیرون خیلی سر و صداست و صدای آهنگ خوب شنیده نمیشه دیگه. میگه کریو واقعا چل جای خالی پولیومل نوپیا پولگیو توی جای خالیش هم تلیده داده. خب کلمه جدید داریم پولیوم. من فکر کنم گفتم اون موقع پولیوم که اشتباه فکر کنم گفتم پولیوم. پولیوم همون درجه صداست که صدا رو زیاد و کم میکنیم، ولوم میگیم بهش، میگیم پولیوم. پولیومل نوپیا پولگیو. خب چل تلیدوروک به منظور اینکه خوب شنیده بشه پولیومل نوپیا پولگیو. صدا رو، ولوم صدا رو، درجه صدا رو میبرم بالا. نوپیا پولگیو میبرم بالا. حالا دیگه شماره 1 تا 4 آره تا 4
به عهده شماست که بخونید و جملات رو کامل کنید به عنوان تکلیفتون. و اما تمرین بعدی که خودش اومده توی کادر توسیون بالا به ما 4 تا بند رو داده. 3시간이 넘다, 한 달이 되다, 30분이 지나다, 밤새다. خب بچه ها به این تمرین حسابی دقت کنید. میگه آج مچس어요. پوکیش رو ببینید. گفته آج مچس어요. نونی بلگه‌요. دیشب نتونستی بخوابی؟ چشمات قرمزه. حالا جمله رو بخونیم. گفته 어젯밤에 룸메이트가 새벽 2시가 되도록 들어오지 않아서 잠을 잘 못 잤어요. میتونید این رو معنی کنید؟ این دروغ اینجا از دروغ استفاده شده ولی معنیش با اون چیزی که تا اینجا گفتیم حالت متفاوتی هستش. الان توی اون کادر بالا رو ببینید همش داره در مورد زمان صحبت میکنه. 3시간이 넘다, 한 달이 되다, 30분이 지나다, 밤새다. همش زمانه. داره یک زمان رو میگه. خب حالا نکته که هست اینه که زمانی که شما از این طرق رو با اون تایم اکسپرشن ها واسه های زمانی استفاده میکنید اون موقع معنی طرق میشه چی؟ میشه همون این زمانی که گفتی شما اینجا طرق بردی ولی اینجا دیگه معنی گجی رو به ما میده. گجی تا یعنی میگی این زمان طرق ولی معنی این زمان گجی یعنی تا این زمان رو میده. یعنی به عبارت کلی بخوایم بگیم این زمانی که آوردی و بعدش طرق رو اضافه کردی طرق. یعنی چی؟ یعنی 그 시간이 될 때까지 یعنی تا وقتی که اون زمان بشه تا این زمانی که بشه تا این زمانی که گفتم اینجا آوردم بشه معنیه. پس اینجا وقتی با واحدهای زمانی میگیمش دیگه اون طرقه اونجا معنی گجی رو میده یعنی تا این زمان. حالا توی همین مثال ب هم که ببینید گفته 어젯밤에 룸메이트가 새벽 زمانتون چیه؟ 새벽 2시가 되도록 یعنی چی؟ طرق اینجا معنی گجی گفته میگیره دیگه. میگه دیشب هم اتاقیم 룸메이트가 새벽 2시가 될 때까지 یعنی تا ساعت 2 بامداد تا بیاد بشه 2 بامداد 들어오지 않아서 بر نگشت به خاطر همین 잠을 못 잤어요 نتونستم بخوابم. پس یعنی داره میگه هم اتاقیم تا اون زمان نتونست بیاد و من نتونستم بخوابم. درسته؟ یعنی تا 2 نیومد یعنی آقا 2 اومد 2 به بعد اومد حالا صدای در بوده یا هرچی من نتونستم بخوابم. متوجه شدین؟ یا مثال بعدی رو ببینید. گفته 많이 피곤해 보이네요. 어디 아파요? یه خیلی خسته به نظر میاد. جایی درد میکنه؟ 백화점에 갔는데 여자친구가 جای خالی 쇼핑을 하는 거예요. 따라다니기가 너무 힘들었어요. 따라다니다 یعنی دنبالش رفتن. حالا اون هر جا رفت تا دنبالش بری و بیای. این معنی رو میده. خب اینجا از چی استفاده میکنیم؟ هندل که نمیشه. سمشیبون هم که خب کمه. پمسه رو هم که استفاده کردیم. نه استفاده نکردیم. پمسه هم که اصلا به خرید نمیاد. 3시간이 넘다 میشه. درسته؟ اینجا میگم چی؟ میگم که 백화점에 갔는데 여자친구가 3시간이 넘도록 쇼핑을 하는 거예요. 따라다니기가 너무 힘들었어요. خب میگه چی؟ رفتیم پاساژ دوست دخترم 3시간이 넘도록 حالا به جای طرق بذاریم گجی 3시간이 넘다 یعنی بیشتر از 3 ساعت 3시간이 넘도록 تا بیشتر از 3 ساعت گجی معنی تا میده دیگه تا بیشتر از 3 ساعت خرید میکنه. این که دنبالش برم و بیام واقعا سخته خسته کننده است.
یا سوال دو میگه 아직도 친구를 기다리고 있어요? 네. 저희 خالی 오지도 않고 전화도 안 받아요. 무슨 일이 생겼나 봐요. توی دو چی میذارم؟ انتخاب کنید از بالاها. میگه هنوزم منتظر دوستتی؟ میگه آره. 30분이 지나도록 오지도 않고 전화도 안 받아요. 무슨 일이 생겼나 봐요. خب میگه که آره دیگه. مثلا تا الان که 30 دقیقه گذشته 30분이 지나도록 تا این 30 دقیقه که گذشته زمان رو میگه دیگه. میگه تا این زمان، تا الان 30 دقیقه گذشته دیگه. تا گجه یعنی تا این 30 دقیقه گذشته، تا این الان، تا الان که 30 دقیقه گذشته نه آمده نه تلفنش رو جواب میده. حالا نگرانم که اتفاقی افتاده باشه. شماره 3 و 4 دیگه چند تاش مونده از اون گزینه ها؟ پمسده مونده و هندری دده. 3 و 4 رو همونطور بذارید خودمون انجامش بدیم. حالا یه کمی چالشیه. 3 میگه 오랜만에 고향 친구를 만나서 좋아했어요. بعد از مدت ها دوست همزادگاهی رو دیدم، خیلی خوبه. حس خوب منظورش البته. 네, 고향 음식도 만들어서 먹고 오랜만에 친구하고 저의 خالی 이야기했는데 정말 즐거웠어요. میگه آره. هم غذای زادگاهتون رو درست میکنیم. ببینم کی داره با کی حرف میزنه. میگه آره. هم غذای زادگاهمون درست کردیم و خوردیم، هم بعد از مدت ها 친구하고 با دوستم 밤새도록 이야기했는데 정말 즐거웠어요. 밤새도록, 밤새까지 یعنی 밤새 کل شب، 밤새도록 밤새까지 تا کل شب، تا مثلا صبح بشه با هم دیگه صحبت کردیم. واقعا خیلی لذت بخش بود. هم غذای زادگاهمون رو خوردیم، هم بعد از مدت‌های طولانی کل شب رو، منظورش اینه تا اینکه کل شب بشه با هم صحبت کردیم. خیلی لذت بخش بود. 여자친구와는 잘 만나고 있어요? اوضاعت با دوست دخترت خوبه؟ خب همه میبینید همه چیز اوکیه. 요즘 회사 일이 너무 바빠서 فقط یه دونه مونده دیگه. 한 달이 되도록 데이트도 못했어요. میگه چون که کار شرکتم سخته، 한 달이 되도록 تا 1 ماه نتونستیم دیت بریم. 되도록 یعنی تا 1 ماه بشه. گجی تا 1 ماه نتونستیم دیت بریم. آره، حالا این یکی کاربردش که زمان رو میگه یه کمی چالشی هست، ولی بدونید که معنی همون دروک رو میده. یعنی به کره هم براتون نوشتم 그 시간이 될 때까지، یعنی تا وقتی که اون زمانی که گفتید بشه، تا پایان اون زمانه، تا اون موقع، تا پایان اون زمان. یعنی اگه اونجا گفته که تو 시간 되도록 یعنی تا ساعت 2 بشه. درسته؟ تا ساعت 2 بشه. یا مثلا وقتی میگه 한 달이 되도록 یعنی تا 1 ماه. 1 ماه شده و تا 1 ماه. به مدت تا 1 ماه. 30분이 지나도록 یعنی 30 دقیقه شده و تا اون 30 دقیقه. تا اون 30 دقیقه نه زنگ زده نه اومده. 3 시간이 넘도록 یعنی تا 3 ساعت. تا اون 3 ساعت بشه مثلا خرید کرده. این معنی رو میده دیگه. آره، خلاصه که اینجوری. پس درس امروزمون هم تا اینجا باشه. امیدوارم که خوب متوجه شده باشین. خسته نباشین همگی و تا جلسه آینده. خدا نگهدار.